تهمت زدن به شخص از بدترین عمل است که امروزها ما در زندگی خود مشاهده کرده هستیم. بعضی ها به دلیل به دیگران تهمت میزنند بدون اینکه به گفته و تهمت خود اثبات کنند. فراموش نباید کرد که تهمت ناچیز هم میتواند مانند قطره آب ناچیز باشد، اما به مرور زمان به گرداب کلان تبدیل شده زندگی دیگران را بی‌ثبات و حیات آرام و آسایشته مردم خود را برهم زند. پس هر زمانی که زبان را به آوازه و دروغ باز میکنید، فراموش نکنید که به سرنوشت خود و به سرنوشت زندگی دیگران بازی کرده اید. رسول خدا محمد صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که برای بدنام کردن برادر مسلمان خود گپ زشتی را میگوید و یا بدی را میبیند که در او حقیقت وجود ندارد، خدای تعالی او را در عذاب جهنم جای میکند تا وقتی که سخنان خود را اثبات کند. باید قید نمود که گمان بد نسبت دیگران این هم تهمت و گناه است. خدای تعالی در سوره حجرات آیه 12 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ای آن کسانی که ایمان آورده اید از گمانهای بد بپرهیزید، زیرا گمان بد هم در حد گناه است، و از کارهای پنهانی یکدیگر جاسوسی و پیگیری مکنید. خدای تعالی در این آیت آدمان را از گمان بد و جاسوسی و پیگیری و افشای سر یکدیگر منع کرده است، زیرا گمان بد و افشای گناه دیگران انسان را به تهمت برده می‌رساند. خدای تعالی در آیت 6 سوره حجرات می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. خدای تعالی می‌فرماید این کسانی که ایمان آورده اید اگر فاسق برای شما خبری آورد تحقیق کنید، مبادا از روی نادانی به کسی ضرر نرسانید که در کرده خود پشیمان خواهید شد. خداوند تعالی در این آیت به بندگانش امر میکند هنگام شنیدن خبر شبهه انگیز آن را تحقیق کنند تا از حقیقت آگاه شوند. چون که در شبکه‌های اینترنتی مشاهده میکنیم گروه‌های منفعتدار و افراطی پیوسته برای کاسته گردانیدن آبرو و اعتبار این شخص و یا آن شخص تهمت میزنند که این نوع تهمت از تهمت لفظی هیچ فرقی ندارد. فردا روز قیامت در پیشگاه خداوند هم تهمت کننده لفظی و یا اینترنتی پاداش یگانه دارند. ای آن کسانی که زبان خویش را به تهمت عادت کنانیده اید، زبان خود را از تهمت باز دارید، زیرا فردا در پیش آفریدگار از اعمال زشتتان پرسیده خواهید شد.